سفیر حکومت خودگردان فلسطین در تاجیکستان از احوال بدی مردم و پناهجویان در نوار غزه صحبت می‌کند. لوای ایسو در آستانه 76مین سالگرد نخبه یک خیزش مردمی فلسطینی‌ها ضد اشغالگری اسرائیل روزنامه‌نگاران را به نشست خبری دعوت کرد. در حال حاضر در سرزمین فلسطین آدمان از گرسنگی می‌فوتند. این حرف‌ها سخنی خالی نیست. حقیقتی تلخ است که مردم فلسطین از سر می‌گذرانند. صدها ماشین‌های کلان باربر در حال حاضر در دیدبانگاه‌ها توقف کردند و نمی‌توانند که یاری خود را برسانند. یگان کمک به نوار غزه وارد نمی‌شود. مردم از گرسنگی اذیت می‌کشند. سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین گفت صرف نظر از قانون و قاعده‌های بین‌المللی اسرائیل مانع ورود کمک‌های بشری به غزه می‌شود. او کشورهای غربی را تنقید کرد که به قول او این همه را نادیده می‌گیرند و برعکس به اسرائیل کمک می‌کنند. اسرائیل می‌گوید هدف اساسیش نابود کردن گروه حماس است و نمی‌خواهد کمک‌ها به دست این گروه رسند. برخی از دولت‌های غرب با تکرار از اسرائیل طلب می‌کنند راه کمک‌های بشری را باز نگاه دارد. کمک‌ها و یاری‌ها عموماً به مردم نمی‌رسند. نهادهای بین‌المللی عاجزند از تطبیق قراردادهای خود. اما در همین حال همه آب و غذا و یراق به مردم اسرائیل و یا یراق به آسانی می‌رسد. ما شاهد آنیم که سازمان‌ها کمک‌های خود را به سرحد غزه می‌برند ولی نمی‌توانند به نوار غزه وارد کنند. دیپلمات فلسطینی گفت از حمایت تاجیکستان از فلسطینیان اظهار قدردانی می‌کند. در بابت دولت‌های آسیای مرکزی و یا جمهوری تاجیکستان همین را می‌خواستم بگویم که فشارها نسبت این دولت‌ها هم هست. من می‌خواستم اینجا گویم که ناوابسته به همه دولت‌های آسیای مرکزی سر اول جمهوری تاجیکستان پشتیبانیشان را احساس می‌کنیم. در همه آن چاره‌بینی‌های بین‌المللی که می‌گذارند و در همه آوازدهی‌های بین‌المللی که نسبت قضیه فلسطین می‌گذارد جانب تاجیکستان از فلسطین پشتیبانی می‌کند. ما این را درک می‌کنیم و از تاجیکستان منتدار هستم. تاجیکستان از قطعنامه پشتیبانی کرده است که به آتش‌بس فوری در نوار غزه دعوت می‌کرد. آن را مجمع عمومی سازمان ملل روز 27 اکتبر سال 2023 پذیرفت. جنگ گروه فلسطینی حماس و اسرائیل از 7 اکتبر سال 2023 به این طرف ادامه دارد. اسرائیل ماه اکتبر سال گذشته پس از حمله حماس به خاک این کشور به غزه حمله کرد. در حمله حماس به گفته مقامات اسرائیل 1200 نفر کشته و بیش از 200 نفر گروگان گرفته شده است. در حمله های اسرائیل بیش از 35,000 نفر در غزه کشته شده است که یک بخش بزرگشان زنان و کودکان بودند.